کل رسانه‌ها، کل خبرنگارا و کل مردم به خاطر استقبال شما آمدن و شما افتخار افغانستان هستید. قربانشان، تشکر از محبتایشان. تک تک خسته نباشید. سلامت باشین. زنده باشین. موتر حامل قهرمانان فوتسال زیر 17 سال افغانستان امنیت از نام توسط دولت امارت اسلامی گرفته شده و تمام فضا به یک حالت کاملا امنیت و پرهیجانی فعلا هست. استادیوم هرات بروند، همه با یک شعار دارن سوار میشن به داخلی از این موتر و دارن به سمت استادیوم هرات در حرکت هستند. بینندگان عزیز سلام و وقت شما بخیر. اینجا میدان هوایی بین المللی هرات است. امروز روزی افتخار آفرین برای مردم ورزش دوست کشور ماست. قراره که تیم ملی فوتسال افغانستان زیر 18 سال در هرات بیایند و توسط یکی از تاجران ملی ولایت هرات در استادیوم هرات بروند. مردم همه جمع شدند با هیجان بسیار زیادی و قرار اینا به سمت استادیوم هرات برند. با ما همراه باشین. ما ذره به ذره یک گزارش پر افتخارین برای شما بینندگان عزیز تقدیم میکنیم. بینندگان عزیز، ما همین اکنون بسیار زیاد هیجان زده هم هستیم چون مردم زیادی برای استقبال از اینا آمدن و آمدیم داخل میدان هوایی تا ببینیم که مردم چگونه از اینا استقبال میکنن. با ما همراه باشین. داخل میدان، دم میدان خود شما به تصویر دیدین که چقدر بیروبار بود و مردم چقدر شور و هیجانی داشتن در اینجا و اکنون ما داخل میدان هوایی شدیم. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه اکنون در صحن میدان هوایی بین المللی هرات هستیم و طبقی که در تصویر میبینین جوانا و نوجوانا برای استقبال تیم پر افتخار افغانستان آمدن و منتظر از هستند تا بالاخره اونا حضور پیدا کنن و با اونها نیز ما یک مسابقه داشته باشیم و سوالات مطرح کنیم. شما بیننده برنامه ما باشین. بینندگان عزیز، طبقی که به تصویر میبینیم تمام اشخاص از قبیل گزارشگرا، صنعتگران، تجارت پیشه ها، استادان مکاتب، استادان دانشگاه، جوانان، نوجوانان، ورزشکاران، همه دم میدان هوایی منتظر آمدن تیم فوتسال افغانستان هستند. همین اکنون در صحن میدان هوایی هرات احمد شاه فقیری، تاجر ملی و بزرگ افغانستان، به خاطر استقبال قهرمانان حضور دارند و قراره که کاروان تا استادیوم ورزشی هرات بدرقه کنند. همراهان عزیز، لحظه‌ای که همه انتظارش را میکشیدن بالاخره فرا رسید و قهرمانان ما پا به خاک هرات باستان گذاشتند با غرور و با یک حس کاملا عالی. مردم افغانستان و خصوصا مردم هرات مردم مهمان نواز و همچنان از چنین قهرمانی های استقبال کردند. همه با شاخه های گل در اینجا حضور دارند و بالاخره کاروانی از اینا سمت استادیوم ولایت هرات در روان است و بانی این مراسم احمد شاه فقیری، یکی از تجاران ملی افغانستان و خصوصا در هرات می باشه. طبقی که بینندگان عزیز همه شما به تصویر می بینین مردم با یک هیجان کاملا متفاوتی در راه روانند و بالاخره قراره که از میدان هوایی بین المللی هرات بیرون شوند و طرف استادیوم هرات در روان هستند و در اونجا مراسم و مجلسی برگزار شده که استقبال از قهرمانان وطن ما را به نمایش میگذاره. سلام برادر، خوبین؟ تشکر، سلامت باشید. قربان شما. چی از سوالی دارید؟ جان، چی حسی دارین که مردم هرات اینقدر شما را تشویق کردن؟ حس خوشحالی، حس فخر داریم. تشکر میکنیم. یعنی استقبال مردم هرات خوب صحیح خوش کردین؟ ان شاء الله. کل رسانه‌ها، کل خبرنگارا و کل مردم به خاطر استقبال شما آمدن و شما افتخار افغانستان هستید. قربانشان، تشکر از محبتایشان. تک تک خسته نباشید. سلامت باشین. زنده باشین. ما قراره که تا استادیوم هرات همراه شما باشیم و شما را بدرقه کنیم با عزت. تشکر. یک جان. زنده باد افغانستان.
ببینید آقای عزیز، من یکی از بازیکنان قهرمانان فوتسال افغانستان همراه مصاحبه کردم که طبق شما در تصویر دیدین. در ادامه برنامه دوستان و همراهان عزیز، طبقی که در تصویر میبینین تیم در حال روانه که از میدان هوایی بیرون شوند و همچنان امنیت از اینام توسط دولت امارت اسلامی گرفته شده و تمام فضا به یک حالت کاملا امنیت و پرهیجانی فعلا هست و طبق که شما در تصویر میبینین آنقدر با عجله میرن و مردم اینقدر مشتاق هستند و اینقدر اینا رو تشویق کردن. افغانستان واقعا همیشه افتخار آفرین بوده، خصوصا نسل جوانی ازی، نسل نوجوانی ازی همیشه افتخار آفریده برای افغانستان و افغانستان ما همیشه پاینده باد، زنده باد. و ما چقدر امروز خوشحالیم. امروز یک روز تاریخی برای مردم ورزش دوستی افغانستان می باشه. دوستان عزیز همراه باشین و ما قراره که ذره به ذره این صحنه را به تصویر بکشیم و همچنان با سرمربی از این تیم اگر زمینه مساعد شود حتما گفتگویی داشته باشیم. همین اکنون اینا ممکن دیگه از سفر آمدن خسته مونده زله و با این همه تشویق و تحسین و تشویق مردم روبرو شدن. من کوشش میکنم صحنه ها را از نظر دید خود به شما بگم. بیننده‌های عزیز، اگر شما به تصویر ببینید همین اکنون توسط یک موتر 580 فکر کنم قراره که تیم سوار کنن چون زیادند و این قراره به طرف استادیوم هرات بروند. همه با یک شعار دارن سوار میشن به داخلی از این موتر و دارن به سمت استادیوم هرات در حرکت هستند. طبق که شما میبینین کلگی با یک منظمیت خاصی با یک یونیفرم بسیار منظمی داخل موتر میشن و به سمت استادیوم هرات در حرکت هستند. طبق که در تصویر میبینین هنوز ادامه داره برنامه و قراره که بالاخره این عزیزان و افتخار آفرینان کشور به سمت استادیوم هرات در حرکت باشند. ما قراره که تمام برنامه را به تصویر بکشیم. با ما همراه باشید. خب بیننده‌های عزیز، اکنون ما به موتر نشستیم و قراره که کاروان به سمت استادیوم مرکزی ولایت هرات انتقال بدیم. مردم با یک شور و هیجان کاملا عالی و متفاوتی در میدان هوایی آمدند و طبق که شما در داخل میدان هوایی دیدین و به تصویر کشیدم. روشنه. مدیر صاحب باید به موتر بالا شویم. ما اکنون در چهارسوی سرجنگل و یا چهارسوی ولسوالی گذر قرار داریم که از میدان هوایی چندان فاصله ای نداره و کاروان اکنون به اینجا رسیده و بازم با استقبال مردم و برنامه ادامه داره و قراره به سمت استادیوم ورزشی ولایت هرات برویم.
موتر حامل قهرمانان فوتسال زیر 17 سال افغانستان همین اکنون در چارسوی ولسوالی گذره قرار دارند. استاد محمد بیاید استاد جان سلام وقت بخیر خوبی؟ ورگا فکر کنم لازم یه دیگه ذره هم بگیریم بریم دیگه بس نه قسمت های بگیریم بزرگ بشینیم بریم مثلا از پل پشت رو که تیر شدیم بگیریم الان یک لحظه و بازم بیننده‌های عزیز وقتی به تصویر میبینین کلی سرک واقعا اونقدر مردم برای استقبالی از این تیم پر افتخار آمدن که واقعا جایی برای پا گذاشتن پیدا نمیشه و این همه بیروبار ترافیکی نیست بلکه حس و استقبال و احساس مردم غیوری هرات که در قبال این تیم پر افتخار از خود به نمایش گذاشتند. بگو افغانستان رنج میان صدا بگویم جورم قطع همگی با هم زنده باد افغانستان. همین اکنون چیزی که شما در تصویر میبینیم این پیشروی اسکورت که دو طرفه برای استقبال از اینا در سرک با سکل ها و موترها و مردم در اینجا جمع آمدن و کلگی در حال استقبال کردن این قهرمانان ملی افغانستان هستند. طبق که شما در تصویر میبینین همین اکنون مردم با آرنگ زدن سکل و همچنان آرنگ موتر و سر و صدا و اشپیل و بالاخره فریاد احساسات خود مردم افغانستان به تصویر کشیده
و همچنان به نمایش میگذارند و با یک صدا کردن ما که به همه میگم زنده باد افغانستان کلگی با شور و هیجان بسیار عالی همین اکنون همه برای استقبال از تیم پر افتخار حضور دارند و با یک انرژی کاملا عالی در حرکتن به سمت استادیوم هرات. از همگی خواهش میکنم که یک صدای محکمی برای افتخار از مردم بگویند. زنده باد افغانستان! طبق کش پیشتر به شما در برنامه گفتم همه با یک صدا با یک هیجان کاملا عالی این تیم قهرمان دارن استقبال میکنن. در صحنه مردم از شادی و خوشحالی دارن میرقصن و این خودش نشان دهنده حسی خوشحالی مردم و جوانان است که اکنون با نمایش میگذارند. ببینید دوست همچنان بازم در سرک طبقی که شما در تصویر میبینین دو طرفه برای اسکورت از قهرمانان برای استقبال از مردم همی اکنون برای استقبال از تیم همی اکنون تمام مردم دست راست و چپ با ماشین ها و سکل ها خو برای استقبال از تیم آماده هستند و سه‌چرخه‌بانا مردم یادی مردم مشهور تمام مردم در اینجا از گوشه و کنار از گوشه و کنار هرات آمدند و بالاخره برای ببینید عزیز طبقی که در تصویر میبینیم در قسمت سرک خلوت استاد شدیم و کاروان در حال حرکت به سمت استادیوم مرکزی هرات میباشه. شما در تصویر ببینید و قرار اینا همه به شما نمایش داده شود. ممنون. جان تبریک به همه ملت افغانستان. تبریک بخیر باش که من هم بگم زنده بود. بریم که باز کاروان از جلو میشه. یک سنه دیگه هم به رسول به شرط سکر ماشاءالله. میتونی بالاتر بریم. سنه خیلی جالبه که گپ بزنم که صورت گرفتن. این حالا چی گپه؟